مکتوب‌های استاد عینی جزئی از تاریخ پرحادثه ملت ماست. مکتوب‌های عینی افشاگری راه پرشیب و فراز و ناهموار مردم تاجیک در جاده تاریخ سازی است. مکتوب‌های استاد عینی بیانگر تلاش‌های بی‌دریغ او در جاده دولت سازی نوین تاجیکان است. سامیان عزتمند، حالا شما از بخش خوانش ادبی مکتوب‌های استاد عینی را با نویسندگان و اندیشمندان همزمانش با چهره‌های علم و ادب تاجیک که در تهیه، تحریر، برگردانی و نشر آن کارمندان اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان، ادبیات شناس انزورت ملکزاد و گلبهار عثمانова سهم گذارند. در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان نورالله عبداللهیف شنوید. با یوسفی августи соли 1943 رفیق جنگاور یوسفی مکتوبتان که تاریخش 23 ماه 7 سال 43 بود بعد از یک ماه رسید. پیش از این به من از شما 2 تلگرام رسیده باشد هم مکتوب نرسیده بود. در جواب تلگرام هایتان موافق ادرسی از حوالیتان به من داده شده مکتوب فرستاده باشم هم معلوم می شود که به شما نرسیده است. رفیق عزیز یوسفی، به فهم من شما از خوشبختترین شاعران جوان ما می باشید، زیرا بهترین شاعران و نویسندگان کلاسیک ما حربی بودند که شما هم به این صفت پرشرافت صاحب شدید. من در این باره برای مثال از کلاسیک‌های قدیمیمان تنها سعدی را نشان دادنم کفایه است که بیشترین عمر عزیز خود را در صف مدافعه وطن صرف کرده بود. در خصوص مثال‌های دوره نزدیکمان شاعران و نویسندگان کلاسیک روس را به یاد می‌آورم. شاعر جهان شمول پوشکین و لرمونتوف و نویسنده بزرگ جهان لیو تولستوی از صف حربی ها رسیدند. شما از من برای گزیته فرانت پارچه ها پرسیدید. با شما معلوم است که پارچه های گزیتگی باید به واقعه های هر روزه دایر باشد. اگر من در اینجا واقعه را به نظر گرفته چیزی نویسم تا زمانی که به شما برسد وقتش می گذرد و کهنه می شود. بنابراین من این پرسش شما را به عمل آوردن نمی توانم. اما در زمان شکست زمستانی دشمن خونخوار که به دست ما در آمدن شهر استالینگراد هم در همان قطار بود، من به عنوان رودیا شعر نوشته در زیرش سرلوحه شعر نظامی گنجوی را که می گوید هر دم از این باغ بره می رسد تازه تر از تازه تر می رسد نوشته یک پارچه خود را با این مصرع‌ها سر کرده بودم. رادیو هر دم خبر می دهد تازه تر و تازه تر می دهد. من در این شعر درباره هر فتح ارمه سرخ چند مصرع نوشته در سری بند باز 2 مصرع مذکور را تکرار کنانده بودم. برای نشان دادن نمونه آن پارچه یک چند مصرع را برداشته به این مکتوب به شما به طریق یادگاری فرستادم که این مصرع‌ها به ظفرهای امروزه بالای خارکوف و دیگرها نیز موافقند. شما در مکتوبتان از احراری مکتوب گرفتنتان را نوشتید که از این خبرتان بسیار خرسند شدم. من از احراری از اولهای ماه ینور باز مکتوب نگرفته بودم و مکتوب آخرینش هم در ماه نوامبر سال گذشته نوشته شده بود که از این وجه خیلی تشویش خاطر داشتم. اگر با احراری مکاتبه داشته باشید به من نویسید که به من مکتوبهایش را به زبان روسی نوشتن گیرد. در آن صورت مکتوبهایش زود می رسند و فرزندانم به من خوانده می دهند. در مکتوب آینده از حرکت‌های جنگاورانه سمرقند که یک پرچه از حرکت‌های جنگاورانه تمام وطن وسیع ما اتفاق سوویتی است خواهم نوشت. آرزومندم به همصف و هم قلم‌های جنگاورتان سلام مرا رسانید. به سلام رفیقانه عینی.
خبرهای ناز، همین گونه مژده‌های فرهنگی در نامه‌های استاد عینی سرشار است و استاد عینی در نامه هم درباره وضع معیشی و حالت عیش و عشرت خانوادگی صحبت نمی‌کنند. هر یک نامه استاد صدرالدین عینی یک کشفیات تازه علمی است. درباره اهل علم، درباره استعدادها صحبت میکنند، درباره کشفیات‌ها صحبت، درباره تاریخ خلق تاجیک صحبت میکنند. صدها بار ما باید این نامه‌ها را خوانده و بزرگی استاد صدرالدین عینی ایمان بیاوریم، باور حاصل کنیم و خودمان تحقیقات‌های درباره عینی نویسیم. هر یک نامه‌ای که استاد صدرالدین عینی نوشته‌اند، هر یک بیان کننده یگان پهلوی مهمی حیات استاد عینی بوده است. نامه‌های سرنوشت ساز و تاریخ ساز ملت. نامه‌های اصالت‌آفر و آرمانگرای ملی. نامه‌های خودشناسی و خودآگاهی ملی. نامه‌های افتخار برانگیز و هویت سازی استاد بزرگ صدرالدین عینی. رفیقان قدردان، در دنیا هیچ دولتی و خلقی نیست که مانند دولت و خلق تاجیک اهل علم و ادبیات را به این درجه حرمت، غمخواری و قدرشناسی کند. از محمد جان رحیمی 7 اوگوست سال 1943. استاد محترم عینی، به شما سلام و پیغام دوستانه می رسانم و شما را با موفقیت‌های نوی ارمیه سرخ قهرمان تبریک می کنم. اول از آن که به یکی از وسیله‌های به سلامتی شما دخلدار بود، خواستم همین را فهمانم که در خصوص از پنجکند به شما در وقت خود رسانده ایستادن آذوقه ها، من نرکم ترک مدیر شعبه تأمیناتی پنجکند را دیده مسئله را فهماندم و او به من وعده داد که در آینده آذوقه های درکاری را به تأخیر فرستاده می ایستد. نمیدانم به وعدهش وفا کرد یا نه. این مسئله را به رفیق دهاتی من فهمانده بودم. ممکن است که به سمرقند فرآمده شما را دیده باشد و به شما گفته باشد. رفیق دهاتی هنوز در لنین آباد است و در آنجا درباره اثر کار می کند. خبری دیگری که برای شما اکنون وی خبری نو هم نیست، این است که در ماه سپتامبر همین سال در مسکو شب‌های ادبی ادبیات دوره جنگ از طرف شاعرها و نویسنده های تاجیکستان گذرانده می شود. حاضر با همین مسئله رفیق غفورов به مسکو رفتند. خبر آمد که باید ما 19 سپتامبر در مسکو باشیم. از روی تخمین ما از نویسنده ها و شاعران 20 نفر، از اکتیارهای پیشقدم 15 نفر، از رسامان 2 نفر و 2 نفر دیگر خدمتگزاران که جمع 37 نفر باید رویم. البته به سر این روی خط شما هستید. از شما برای به مسکو رفتنتان چشم به راه هستیم که جوابی قبول خواهید داد. یک کتاب با حجم 10 جزء مؤلفی از این بیشتر جای ندادند. به زبان روسی نشر کرده ایستاده ایم. این کتاب از 4 باب عبارت است. اربابان سخن، کلاسیک ها، شاعران و نویسنده های زمان ما، شاعران خلقی، فولکلور و ضرب المثل های نو. از شما 2 شعری در دوره جنگ نوشته‌تان و 3 اثر منصورتان که یکی به کوکاز بخشیده و دیگری به حادثه تونس وابسته بود و یکی هم که مادر وطن است در کتاب مذکور گرفتیم. ما برای شما در اینجا سر و لباس فرمودیم. مثلا 1 پر کاستیوم، 1 جامه و 1 پر توفلی فرمودیم. چینی کاستیوم، پاافزال و جامه خود را به یگان کاغذ علاهیده نوشته به درون پکت گذاشته فرستانید. درباره به مسکو رفتنتان منتظر مکتوب شما هستیم. اتوبیوگرافی و 2 تصویر خود را هم به نام کاتب موقتی سیوز نویسندگان سویتی رحیمیتان فرستانید. سرگئی میتروفانویچ گرادیوسکی هم به شما سلام صمیمانه می رسانند. با احترام به شما،
محمد جان رحیمی. سامعان عزتمند، یادرس می‌شویم که شما از بخش خوانش ادبی مکتوب‌های استاد عینی را با شخصیت‌های بزرگ زمانش که دارای اهمیت مخصوص علمی و ادبی‌اند در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان نورالله عبداللهیف از رادیوی فرهنگ شنیدید. در تهیه و پیشنهاد گفتار سهم گذاشتند صلاح‌الدین نورزاد و لطفیه قربانова. انجام خوانش ادبی شاد و مسرور باشد. عمری عینی از برای خلق صرفی خامشو، خلقی ما را دفتری عینی شهادت نامشو. عمری عینی از برای خلق صرفی خامشو، خلقی ما را دفتری عینی شهادت